سلام علیکم دوستان عزیز، شام همت بخیر و شادی باشه. روزی چند قبل گودکا اودیخ برآمدم کنیکول قشناق رفتم دیم. این قشناق گشتیم اومدیم و اینا تاج پلو این آشبی تاج پلو میگن. این پلو آشی پلو اون میگن آشی پلو آشی پلو. اینی مرغا رو بی اینی مانتو رو بی هر یا مانتو های سینی 15 میخونم. انا برادر هزار رحمت میگیم. انا می پوروی آشی تاج پلو بوده باور کن میخری حلاوت میبریم و بور اول نیست چندم برای که ای آشا خورده استیم. من توصیه میتونم این رقمشون هست. همین زکاس که خونه مهمان میایا یا خود یک دلت آش میکشه یا این خیلی خطی کودککات میخوایی. اینا خطی کودککات میخوایی که خیلی آشو انا مرغو انا خیلی مانتو بخری. انا می رقمات زنگ میزنی. انا میخوام خوراکای بلازت شما در 1 مینوت تشکیل میکنم. و الکترومبیل داشتن رنگ میارن خیلی پیش در خونده میمونن. اینا برادرای عزیز برای ما و شما یعنی قدر مهنت ها میکنن. هزار رحمت دستکاتون درد نبینه. زنده باشید سربلند باشید. اینا ما بسم الله الرحمن الرحیم میکنیم. زکات کنیم برای شما با مزه خوراکا. اینا تاج پلو در خدمتی هر یکی ما و شما. خدا نگهبانی همه ما باشه. زنده باشید. توی عزیز همین تلفن رو میگیری تاج پلو گفته زنگ بزنی. همین الکترومبیل دیده اینمی 1 مینوت میگیره میاره تو تاج پلو. اینا بسم الله الرحمن الرحیم. اینا و انمی قلنفر با انمی آش دوینای مزه داره. زنده باشید.